با وجود نامساعده هوای فصل زمستان امسال باغپروران شهر حصار تدبیرهای سریوقتی را اندیشیدند و زمین‌ها یخاب میمانند. باید گفت که برای با صفت به انجام رساندن یخابمانی در تمام خواجگی‌های خرد و میانه ستاد مخصوص تشکیل کرده شده است. باغپروران شهر حصار میگویند که سریوقت نگاهبینی درختان میوه‌دهنده این امکانیت فراهم می‌آورد که تامینات اهالی با میوه تر و تازه بهتر گردیده امکانات صادر نمودن محصولات زیاد می‌شود. از این خاطر تمام سعی و کوشش خود را به بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌ها و رشد ساحه روانه نمودند. اوزقه دادیم یخوا او موندیم یخوا او دادم همین دینا تمام کردیم یخوا او داده بعد اون توکویا تازه میکنیم چیزاشا پسلوقوشا که حشرات های بودگی مراد و بعد جوهاش با ما خاص کتی برای ترجمه بخینوی توکو با بسته موندگیم گی همون حشرات جمع شده بیاد همونجا باید گرفته بیرون بروارده سوزوندن در کو یا 5-6 بار حرکت میکنیم که او تمگی دونه انگور سری انگور کلان شود. با دستور سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مقصد استفاده ثمرناک آب و زمین با جلب نمایندگان وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و عالمان اکادمی علوم‌های کشاورزی گروه‌های کاری مخصوص تشکیل کرده شده است که متخصصان به شهر و ناحیه‌های مملکت سفر کرده عاید طرز درست یخابمانی زمین کارکرد باغ‌ها به دهقانان مصلحت‌های مفید می‌دهند. از این رو دهقانان خواجگاهی باغپروری شهر حصار باغ‌های میوه‌دهنده را برای موسم امسال آماده می‌نمایند، زیرا در حالت نگاهبینی درست درختان باغداری هم ساحه سردرآمد به حساب می‌رود. در خط تیر ماه زمستان امسال برای کشاورزان سال بسیار وزین آمد. در طول 50 سالی که من در این خواجگی کار میکنم چون این وضعیت را نخستین بار مشاهده کرده ایستادم. البته لیکن از این دهقانان اصیل خواجگی ما از جمله تمام شهر حصار راه افتاده نیستند. به همه معلوم است که امروز در دره‌ها هم آب کم است، لیکن در نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولت شهر حصار یک ستاد بسیار وسیع تشکیل کرده شده است. رفتی کارهای صحرایی از جمله یخابمانی باغ و تاکزارها آبمانی زمین‌هایی که با شدگار کردن در کار است زیر نظارت قطعی ستاد گرفته شده است. باید گفت که در حدود شهر حصار 39 شبکه آبیاری با طول درازی 211 کیلومتر و 12 زهبر و زهکش‌های بین خواجگی با طول درازی 63 کیلومتر موجود است که اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در شهر حصار همه روزه برای تعمیر و نگاهبین و استفاده برای شبکه‌های آبیاری و انشاءات گیدراتکنیکی تازه نمودن نهرها و زهبر و زهکش‌ها خدمت می‌رساند.